عزیزان و محترم، رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید که قدر 5 چیز را قبل از 5 چیز غنیمت. اول قدر جوانی را قبل از پیری، جلو از این که پیری به نزد ما و شما بیاید غنیمت. عزیزان و محترم، جوانی بسیار یک نعمت عظیم، بسیار یک نعمت بزرگی است که الله متعال برای ما و شما عطا کرده، برای ما و شما داده است. قدر جوانی خود را بدان، چون که انسان وقتی که جوان باشد تمام بدن انسان، تمام اعضای جان انسان جور و سالم می باشد. می توانیم که هر کاری را بکنیم، می توانیم که عبادت الله را، ذکر الله را زیاد بکنیم، می توانیم که بیل بزنیم، پلنگ بزنیم، حتی می توانیم که در جوانی خود نماز و صلات و تسبیح را بخوانیم، چون که قوت داریم، قدرت داریم، صحت داریم. ولی وقتی که پیر شدیم، وقتی که پیری به نزد ما و شما بیامد، باز نمی توانیم که عبادت الله را کنیم، چون که در پیری دست پای انسان شل می شود، چشم انسان کندید می شود،